یه کارتونی رو ما تو بچگیامون میدیدیم و برامون جذاب بود که وقتی اسمشو بگم همتون میشناسید، پینوکیو. من واقعیتش نه کارگردانش رو میشناسم، با زندگیش آشنام، نه نمیتونم، طرز تفکرش هم نمیتونم. فقط احساس میکنم هر کسی بوده به هر نیتی، بازم نیتش هم نمیدونم، یکی از حکیمانه ترین حرف ها رو در داستان پینوکیو به ما گفت، ولی احساس میکنم ماها نگرفتیم. اون آدمی که یه شهر بازی درست کرده بود میاد به وسیله آدمای دیگه، کسایی مثل پینوکیو رو گول میزنه، میاره تو شهر بازی. اینا مشغول بازی میشن. مشغول بازی که میشن، انواع و اقسام بازی ها تو این شهر بازی میرن، صداشون عوض شد، انگار میخوان حرف بزنن، شبیه ارعر الاغ دارن حرف میزنن. یهو نگاه که گوشاشون داره دراز میشه، هی دست میذاشتن میگن نه داره گوش دراز میشه، کلاه میذاشتن دیده نشه، بعد اینو با کلاه میتونن جلوشو بگن، دومم که در آوردن، بعد دیدن اصلا نمیتونن روی پا وایسن، 4 دست و پا. ببخشین آقای خوبچه، اینجا مریض خونه کجاست؟ حتی بیمارستانم نمیتونه این مرض رو خوب کنه، ولش کن. چی؟ اسم این مرض ارعره. مرض ارعر کدومه؟ نمیدونی هر کی مرض ارعر بگیره به فاصله 1 ساعت تبدیل به یه خر میشه و ارعر میکنه. چطور ممکنه اینو ندونی ها؟ یعنی منم مرض ارعر گرفتم؟ آره، چون تنبلی کردی و جز بازی داری مدت هیچ کاری نکرد. ای دل غافل، همه شدن الاغ. الاغ به 2 ویژگی معروفه: 1 بیعقلی، 2 باربری. تمدن غربی برای اینکه انسانها رو به تسخیر خودش در بیاره تا بتونه به اهداف خودش برسه، هم باید اونها رو بیعقل بکنه و هم باید باربر خودش بکنه، حمال خودش بکنه، تا هر چی گفت اونا گوش کنن. حالا اصلی ترین ابزار برای این کار چیه تو تمدن غربی؟ رسانه. تو تمدن غربی اصلی ترین کارکرد رسانه سرگرمیه. وقتی سرگرم شدی میشی پینوکیو. هرچی هم پدر ژپتو بهت نصیحت هم میکنه اثر نمیگذاره. ببینید چقدر پدر ژپتو هرس پینوکیو رو میخورد ولی اثر نمیکرد، نصیحتش میکرد فایده نمیکرد. امروز دارن بلایی که سر پینوکیو تو کارتونه اومد سر بچه های ما میارن. یه حقیقت بسیار بسیار تلخی رو خیلی عریان به ما گفت ولی ما نگرفتیم. ببین داری وقت تلف میکنی، بچه ها زبون خری نمیفهمن چی میگی. زمینم وحشتناک شده دیگه. خیلی هم وحشتناکه، همیشه از این بلای سر ما میاد. بچه خرایی را بیافتیم. بابا ما راه افتادیم، چرا ما رو اینطوری میکشید؟